دسر پرتقال. آرد و مقداری آب با انگشتم آروم آروم برای اینجا باز میکنیم و خانه برز میدیم تا به شکل توپ ببین حالا به شکل توپ در آوردیمش پهن میکنیم و 15 دقیقه خمیر رو میپوشونیم، نازکتر میکنیم. حالا وقت شکست کردن استفاده کنیم و شکر قهوه‌ای میپاشیم. حالا تصمیم گرفتیم اون به شکل رول بیاریم، بعد میپیچیم، دوباره کردیم و مایتابه و خمیر رو داخل میذاریم. 3 دقیقه باید بعد 3 دقیقه حالا برش میگردیم، حالا اینو کنار میذاریم. شکر قهوه‌ای رو تو مایتابه میریزیم و روی حرارت زیاد سرخ میکنیم. شکر قهوه‌ای آب میشه با حرارت زیاد. یا پرتقال، یک قاچ، 2 قاچ، همه رو کنار هم می‌چینیم. بعد تکونش میدیم. حالا از کره استفاده تا با کره هم بخوریم. رنگش عوض شد، برش میگردونیم و آب پرتقال رو آتیش میکنیم. حالا باید یه جای قرار بگیری که سرد بشه و پنیر ماسکارپونه همراه با عسل و زرده تخم معلومه. حالا از لیمو استفاده میکنیم، آب لیمو که فشرده میشه و با هم ترکیب میشه. بعد هم میزنیم این کار رو انجام میدیم تا به شکل مورد دلخواه میدهیم. حالا شد اون چیزی که میخواستیم. به این میگن دسر پرتقال. یه بار این کار رو انجام بدیم، امتحان ضرر نداره، خیلی خوشمزه است.